وای حامد چقدر خوش گذشت. آره واقعا اصلا بچهای خیلی خوبی بودن، انتظار نمیرفت همچین آدمای خوش مشرب و خفنی باشن. بگم خیلی خوش گذشت. آره ولی خیلی زحمت کشیدن. بیا یه شب جبران کنیم دعوتشون کنیم. حتما دعوتشون. حامد خیلی خسته ای، میخوای بزنی کنار نیم ساعت بخوابی؟ من قربونت برم، الان میرسیم میگیرم میخوابم دیگه. تو بخواب خیالت راحت بشه، من حواسم هست. حامد این چطوره؟ خیلی خوشگله. انگار هنوز خسته یا میخوای یا نیم ساعت بخوابی؟ حالا تو خریدتو بکن، یکم دیگه میخوابم. آقا لطفاً داخل مغازه سیگار نکشید. چشم، بذار خانومم خرید کنه، میرم بیرون. آقا لطفاً بفرمایید بیرون سیگار بکشید. حامد چایی هم بردارم؟ آره عزیزم بردار. حامد هنوز خسته ای یا میخوای یا نیم ساعت بخوابی؟ فعلا شما خرید کن، بعدش میخوابم. حامد میخوای برات چای بیارم؟ واسه آب پرتقال ریختم، ولی طبق معمول همیشه نمیخوری، گرم میشه. هنوزم خیلی خسته ای یا میخوای بری یا نیم ساعت بخوابی؟ بعد اون شب دیگه خواب به چشام نمیاد. تو چرا نمیخوابی؟ من که خیلی وقت خوابیدم. دونم قد واسی به جونم